شده رو حتما تکرار کن. و اینجا این چی؟ این چپه. این هم چپه. حواست به اون مزرابه باشه. نشه این همون بلار سرت میاره که به ریز نمیرسه. خب مزراب اکسنت که فقط بده بقیه‌شو ولش کن، بذار لحظه بزن. اینم که میبینی که باید حتما حرکت داشته باشه. خب بعد یکی دیگه از کاری که کردیم همین بازی زیبا اگه نگاه کنیم دوتا نباید خیلی با هم فرق کنن. من بعد میزنمش فقط رو راستا قوی میزنم. قشنگ معلومه یه بار فقط لا صدا میده، یه بار فقط سی. اما وقت بینه با یک و دو که رفتی با دو سه هم برو. گفتیم چیکار کنیم؟ برای اینکه تمرینی باشه راست چپ راست چپ این راستمو فقط میندازه، یعنی با کنترل میکنم. چپاشو میشنویه؟ باید با چپش اینجوری ساز بزنیم تو زمین و شور کنی دست رو. اینم دوست مغزت میره سراغ یه کار دیگه، با اینکه بیشتر تمرکز کنیم رو همون ریزمون درست باشه و ریزه کوتاه بزن، حواستو مرتب بنداز اینجا. رو اینم فکر بکن، یه خودش هم با ذهنه. تو مفاصلت خیلی نرم و خوبه، خب این اگر بگیریش باید خیلی اتفاقا تو بیشتر از من انرژی بذاری.
که این سفت